به تو. یک حدیث چقدر امیدوار کننده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود وقت بنده گناه میکند، این قبلا هم یک وقت گفته بودم اما دوست دارم احادیثی که اون امید دارد، امیدوار کننده است به شما عزیزانم بار بار بگویم، خود من لذت میبرم از این. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید وقت بنده گناه میکنه، ولو هر گناهی باشه، هر گناهی که مرتکب میشه، فرشته دست چپ قلم بر میداره که گناهش رو نوشته بکنه، فرشته دست راست برش میگه که برادر یک چند لحظه صبر کن، چند لحظه صبر کن، شاید توبه بکند، اشتباه کرده، غلط کرده، گول شیطان را خورده، وسوسه این را اغوا کرده به طرف گناه، قلم بر ندار. میگه باز قلم را فرشته دست چپ میگذارد، باز قلم بر میدارد که نوشته بکند، ساعت دیگر تیر میشود، باز فرشته دست چپ عذر میکند، معذرت خواهی میکند. به خدا قسم عزیز من، چقدر الله ما تو را دوست داره، فرشتگان الله من تو را چقدر دوست داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر من تو را دوست داشت، جبریل امین چقدر من تو را دوست دارد. فرشته دست راست با دست چپ عذر میکنه، میگه یک چند دقیقه دیگر فرصت بده، شاید توبه بکند. میگه باز قلم را میگذاره، باز ساعت دیگر میگذاره، توبه نمیکند، باز قلم بر میدارد، باز میخواهد نوشته بکند، برش میگه یک فرصت بده، یک فرصت دیگر بده، توبه میکنه، انشالله توبه میکنه، الله این توبه نصیب میگردانه. میگه ساعت سوم تیر میشود، رسول خدا میفرماید 6 ساعت فرشته دست راست عذر میکند، 6 ساعت فرشته دست راست زاری میکند که ننویس که این توبه میکند، ولی این بنده غافل از خدا 6 ساعت تیر میشود هنوز توبه نمیکند. اون وقت فرشته دست چپ یک گناه نوشته میکند در نامه اعمالش. میگه وقت بنده کار نیک انجام میدهد، فرشته دست راست بسیار به سرعت قلم بر میدارد، در برابر یک کار نیک 10 تا حسنه نوشته میکند. پس این لطف کی است؟ حضرت حق سبحانه و تعالی. یک بار خوب بگو الله اکبر. چرا او خیلی موت را دوست داره. من همیشه میگم موتو غافل هستی. عزیز من، گناه اثر داره. من پیشتر گفتم تاوان گناه هم در دنیا باید بپردازی، هم در آخرت باید بپردازی. گناه اثر داره. 5 اثر داره گناه در دنیا. چند تا؟ 5 اثر. کسی که گناه انجام میدهد 5 علامه برش پیدا میشه. 5 علامه. این رو گوش کنین. اولین علامه، هر کسی گناه میکنه 5 علامه برش پیدا میشود. کسی که اصرار به گناه میکند 5 علامه دارد. اولین علامه، در چهره اش رونق و نور نمیماند. باور بکنین من کسانی را سراغ دارم که به آینه نگاه میکنن، از آینه خجالت میخورن. به قدر گناه کردن که از آینه خجالت میخورن، حتی نمیتونن پیش روی آینه استاد شوند. وقتی سعی میکنه میگه من هم این کار را کردم. من اگر شما میخواهید امتحان بکنین، برین پیش روی آینه استاد شوین، به خود یک نگاه بکنین، به گناهان خود را هم نگاه بکنین، بعد بگوین خدایا من بنده تو، من امت محمد صلی الله علیه و سلم، من کسی که امید شفاعت دارم، من کسی که امید جنت دارم، من کسی که امید رضوان دارم، من کسی که امید رضای الله دارم، من کسی که امید دیدار دارم. خدایا من گناه کردم، من این خطا را انجام دادم. میگه در چهره گناهکار رونق نمیمانه، نور به چهرهش نیست، هر چقدر آرایش میکنه، ماسک میزنه به چهره خودش، آرایش میکنه، ابروی خود را بر میداره، مثل زنان لب شیرین میزنه. یا زنی که گناه میکنه هر چقدر که آرایش بکنه به چهره زو نور نیست. شما برین به اون چشم حقیقت بین، اینیم خواننده هایی که در کشور صدها و هزارها جوان به سمت بی‌حیایی و به سمت گناه کشانیده، برین به چشم حقیقت بین به چهرهش نگاه کنین، ببینین که چهرهش چقدر تغییر کرده، نور ایمان به چهرهش نمیبینی. الله جل مجدوه میگه از مؤمنان توصیف که میکنه، میگه سیمهم من
اثر السجود. میگه وقتی به چهره بندگان نیک من سعی کنین، از اثر سجده ها چهره هایشون نور داره. کسایی را شما میبینین وقتی به چهرهش نگاه میکنین به یاد خدا میایی، وقتی به چهرهش نگاه میکنین توبه میکنین، به چهرهش نگاه میکنین عاشق میشین که خدا این چه چهره نورانی است. این به برکت تقواست، به برکت پرهیزگاری است. اثر گناه یک اثرش در دنیا چیست؟ امیست که رونق از چهره میره، نور از چهره میره. گفتم به آرایش نمیتونی چهره را زیبا بکنی. وقتی نوری که خدا میده، بلال چه قصیه بود نه؟ بلال رضی الله تعالی عنه، بلال جان اگه امروز می بود با کاسه 3 نفری شریکش نمیکردیم، چهره خوبش نداشت، لبای دول برداشت، زبشه بود، موهایش هم سوختگی بود، دسترش جمع بود. ولی کسی در دنیا هست جرأت بکنه بگوی عرق بلال بوی میداد؟ کسی امروز از مسلمان ها در دنیا هست بگوی از چهره بلال خوشم نمی آید؟ از چهره بلال محمد خوشش می آمد، از چهره بلال پیامبر عاشقش بود، ابوبکر عاشقش بود، عمر عاشقش بود. عمر یک روز چی میگه سیدنا بلال این طور گفته است، آقای ما مهتر ما بلال این گونه گفته است. از دید ظاهر چیزی نداشت ولی درون خیلی زیبا داشت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به بلال میگه بلال جان تو چی کردی که از من در جنت پیشه گرفتی؟ فدای تو شوم ای بلال، فدای و اذان تو شوم ای بلال، فدای تو شوم ای بلال که نبی من به تو میگو ای بلال ما را آرام کن، ای بلال نماز اقامه کن که ما آرام شویم. نگو اونهایی که چهره زیبا دارن پیش خدا عزیزن، نه، اونهایی که دل زیبا دارن پیش خدا عزیزن. خدا چهره زیبا نگاه نمی کند، خدا مال نگاه نمی کند، خدا بازو نگاه نمی کند، خدا تاپه هایی که به گردن خود زدی نگاه نمی کند، الله به دل تو نگاه می کند که دل تو چقدر آباد است. حضرت بلال گفتم ظاهرش ظاهر زیبایی نبود ولی محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر گفت بلال جان چی میکنی؟ چی کردی که از من سرقت گرفتی؟ من در جنت دیدم که 2 قدم پیش گذاشتمش. پرسان کردم از جبریل که قدمای کی است؟ گفت قدمای بلال است. بلال جان تو چی کردی؟ گفت یا رسول الله من خود دیگر چیز نکردم، هیچ وقتی به وضو نگشتم و دیگر هر وقتی که وضو میکردم بعد از وضو 2 رکعت نماز تحیه وضو میخواندم.